استادی در عشق، نویسنده دون میگوئل رویز، مترجم دکتر فرزام حبیبی اصفهانی. خدای درون شما نیرویی هستید که با ذهنتان بازی می کنید و جسمتان را همچون اسباب بازی مورد علاقتان به کار می گیرید تا با آن سرگرم شوید و لذت ببرید. این دلیل بودن شما در اینجاست. بازی کنید و خوش بگذرانید. ما با حق شاد بودن و لذت بردن از زندگی زاده شده ایم. برای زجر کشیدن به اینجا نیامده ایم. هر کس که می‌خواهد رنج ببرد به درد و رنج خوش آمده است. اما ما مجبور به رنج کشیدن نیستیم. پس چرا رنج می‌کشیم؟ زیرا تصور می‌کنیم که رنج بردن امری طبیعی است. بعد نظام باورها را برای حمایت از آن حقیقت خلق می‌کنیم. برخی آموزه‌های تحریف شده به ما القا می‌کنند که به این دنیا آمده ایم تا زجر بکشیم، که زندگی وادی اشک است. اما حقیقت و تقدیر الهی غیر از این است. ما انتخاب کرده ایم که زجر بکشیم، زیرا رنج کشیدن را آموخته ایم. اگر به چنین انتخابی ادامه دهیم به رنج کشیدن ادامه خواهیم داد. رویای سیاره افسانه انسانیت و تکامل انسانها را در خود دارد و رنج کشیدن در نتیجه این تکامل است. انسان زجر می کشد چون می داند، چون این آگاهی را کسب کرده است. ما آنچه را باور داریم در ذهن خود پرورده ایم. ما تمام آن دروغ‌ها را می‌شناسیم و چون نمی‌توانیم همه آن دروغ‌ها را به انجام برسانیم، رنج می‌کشیم. بهشت یا دوزخ حالا و اینجاست. نیازی نیست که منتظر مرگ بمانید. اگر مسئولیت زندگی و اعمالتان را به عهده گیرید، آنگاه آینده در دستان شماست و تا هنگامی که جسمتان زنده است، می توانید در بهشت زندگی کنید. رؤیایی که اغلب انسانها در این سیاره خلق می کنند، مشخصاً دوزخ است. این درست یا غلط، خوب یا بد نیست و کسی را نباید سرزنش کرد. آیا می توانیم والدینمان را سرزنش کنیم؟ نه. هنگامی که آنها شما را در کودکی برنامه ریزی می کردند، تمام تلاش خود را به کار بردند. پدر و مادر آنها نیز همین کار را با آنها کردند. یعنی تمام تلاش خود را به کار بردند. اگر بچه دارید، شما هم نمی توانید بفهمید که چه کار دیگری باید بکنید. چگونه می توانید خودتان را سرزنش کنید؟ آگاه شدن به این معنا نیست که باید دیگران را مقصر بدانید یا بابت کارهایی که انجام داده اید احساس تقصیر کنید. چگونه می توانیم احساس تقصیر را به یک بیماری روحی که واقعاً مصری است منتقل کنیم؟ می دانید هر آنچه وجود دارد کامل است. شما به همین صورتی که هستید کاملید. این حقیقت محض است. شما استادید. حتی اگر استاد خشم یا حسادت باشید، خشم یا حسادتتان کامل است. حتی اگر زندگیتان داستانی غم‌انگیز باشد، داستانی کامل و زیباست. می توانید به دیدن فیلمی مثل برباد رفته بروید و برای تمام آن درام گریه کنید. چه کسی می گوید که دوزخ زیبا نیست؟ دوزخ می تواند به شما الهام ببخشد. حتی دوزخ هم کامل است، زیرا تنها کمال وجود دارد. حتی اگر رویای دوزخ را در زندگیتان داشته باشید، شما به همان صورتی که هستید کاملید. این دانش و اطلاعات است که ما را معتقد می کند که کامل نیستیم. دانش چیزی نیست جز توصیفی از رویا. رویا حقیقت ندارد. پس دانش نیز حقیقت ندارد.
دانش از هر جا که بیاید تنها از منظر درک و استنباط حقیقت تلقی می شود. هنگامی که آن ادراک را تغییر دهیم دیگر واقعیت ندارد. هرگز نخواهیم توانست از طریق دانش به واقعیت وجودی خود واقف شویم. در انتها آنچه دنبالش می‌گردیم این است: یافتن خودمان، خود واقعیمان بودن و زندگی خودمان را کردن، به جای زندگی انگل، همان نوع زندگی که برایش برنامه ریزی شده بودیم. این دانش نیست که ما را به سوی خودمان راهنمون خواهد شد. این خرد است. باید بین دانش و خرد فرق بگذاریم، زیرا آنها یکی نیستند. راه اصلی استفاده از دانش ارتباط با یکدیگر و موافقت با آن چیزی است که درک می‌کنیم. دانش صرفاً ابزاری است برای ارتباط، زیرا انسان‌ها به سختی ارتباطی صمیمانه برقرار می‌کنند. آنچه مهم است استفاده از دانش و اطلاعاتمان است، زیرا بردگان دانش می‌شویم و دیگر آزاد نیستیم. خرد ربطی به دانش ندارد. تمام هدف خرد آزادی است. وقتی خردمند باشید در استفاده از ذهن و چرخاندن زندگیتان آزادید. ذهن سالم از انگل آزاد است. ذهن دوباره همچون زمان پیش از اهلی شدن آزاد است. هنگامی که ذهن خود را مداوا کنید، هنگامی که از رؤیا جدا شوید، دیگر معصوم نیستید، بلکه خردمندید. از بسیاری جهات شبیه کودکان می شوید، تنها با یک فرق بزرگ: کودک بیگناه و معصوم است. به همین دلیل است که می تواند در رنج و بدبختی فرو برود. کسی که بر رویا فایق آید خردمند است. برای همین است که دیگر سقوط نمی کند، زیرا حالا داناست و دانش رویا را هم دارد. برای خردمند شدن نیازی به کسب دانش ندارید. هر کسی می تواند خردمند شود، هر کس. هنگامی که خردمند شوید زندگی آسان می شود، زیرا همان کسی می شوید که واقعاً هستید. تلاش برای اینکه کسی باشید که نیستید، تلاش برای اینکه خود و دیگران را قانع کنید کسی هستید که واقعاً نیستید دشوار است. تلاش برای بودن به صورت کسی که نیستید تمام انرژیتان را هدر می دهد. بودن کسی که هستید نیازی به ذره‌ای تلاش ندارد. خردمند که بشوید مجبور نیستید همه آن تصوراتی را که خلق کرده اید به کار گیرید. مجبور نیستید وانمود کنید شخص دیگری هستید. خودتان را همانطور که هستید میپذیرید و پذیرش کامل خودتان میشود پذیرش کامل دیگران. دیگر تلاش نمی کنید که دیگران را تغییر دهید یا عقایدتان را به آنها تحمیل کنید. به اعتقادات دیگران احترام می‌گذارید. جسم و انسانیت خود را با تمام غرایز جسمانیتان می‌پذیرید. حیوان بودن هیچ اشکالی ندارد. ما حیوانیم و حیوانات همواره از غرایزشان پیروی می‌کنند. ما انسانیم و چون بسیار باهوشیم می‌آموزیم که غرایزمان را سرکوب کنیم. به آنچه از قلبمان شنیده می شود گوش نمی کنیم. برای همین است که به مقابله با جسممان برمیخیزیم و سعی در سرکوب نیازهای جسم یا انکار وجود آنها داریم. این خردمندانه نیست. هنگامی که خردمند شوید به جسمتان احترام می‌گذارید، به ذهنتان احترام می‌گذارید، به روحتان احترام می‌گذارید. هنگامی که خردمند شوید زندگیتان را قلبتان کنترل می‌کند، نه سرتان. دیگر خودتان را سعادت و عشقتان را تخریب نمی‌کنید. دیگر آن همه احساس گناه و تقصیر را با خود حمل نمی‌کنید. دیگر آن قضاوت‌ها را علیه دیگران نمی کنید و دیگر درباره کسی دیگر قضاوت نمی کنید.
از آن لحظه به بعد تمام آن باورهایی که شما را ناخشنود می کند، که شما را به کشمکش با زندگی وامی دارد، که زندگیتان را سخت می کند، به یک باره نابود می شود. تمام آن افکار را در مورد آنچه نیستید کنار بگذارید و همانی بشوید که واقعاً هستید. هنگامی که تسلیم طبیعتتان شوید، تسلیم آنچه به راستی هستید، دیگر رنج نمی کشید. هنگامی که تسلیم خود واقعیتان شوید، تسلیم زندگی می شوید. تسلیم خدا می شوید. تسلیم که شدید، دیگر کشمکشی در کار نیست. مقاومتی وجود ندارد. درد و رنجی هم نیست. با خردمند شدن راه آسان را در پیش می گیرید که همان خودتان بودن است. هرچه که هستید. رنج کشیدن چیزی جز مقاومت در برابر خدا نیست. هرچه بیشتر مقاومت کنید، بیشتر رنج میبرید. این موضوعی کاملا ساده است. مجسم کنید از روزی به روز دیگر از رویا بیدار میشوید و کاملا سالم هستید. دیگر زخمی ندارید و دیگر از هیجانات ویرانگر خبری نیست. آن آزادی را تصور کنید که قرار است مزه‌اش را بچشید. هر آنچه شما را خوشحال می کند جان می گیرد و شما از عشق نمی ترسید. چرا؟ زیرا انسان سالم از ابراز عشق نمی ترسد. از زنده بودن نمی ترسد. تصور کنید با کسانی که به شما نزدیک ترند چگونه رفتار می کنید. تنها اگر آن زخم‌ها و آن سم، آن هیجانات ویرانگر را در کالبد عاطفی‌تان نداشته باشید. در کلاس‌های مذهبی در گوشه و کنار جهان آن را آگاهی می‌نامند. گویی روزی آگاه و بیدار می‌شوید و دیگر زخمی عاطفی ندارید. آنگاه که دیگر چنین زخم‌هایی در کالبد عاطفی‌تان نباشد، محدودیت‌ها ناپدید می‌شوند و کم کم همه چیز را همان گونه که هست می‌بینید، نه بر اساس نظام اعتقادیتان. هنگامی که چشمانتان را بگشایید و دیگر اثری از آن زخم‌ها نباشد، شکاک می‌شوید. نه برای اینکه اهمیت شخصی خود را با گفتن به دیگران که چقدر باهوش هستید افزایش دهید یا باعث سرگرمی کسانی شوید که تمام آن دروغ‌ها را باور دارند. نه، وقتی بیدار شوید شکاک می شوید، زیرا در نظرتان کاملا روشن است که این رؤیا حقیقت ندارد. چشمانتان را که بگشایید بیدار هستید و همه چیز واضح می شود. بیدار که شوید از خطی بدون بازگشت عبور می کنید و دیگر هرگز دنیا را به آن صورت نمی بینید. شما هنوز رؤیا می بینید، زیرا نمی توانید از رؤیا بینی اجتناب ورزید. زیرا رؤیا بینی وظیفه ذهن است. اما تفاوت در این است که دیگر می دانید این رؤیاست. با دانستن آن می توانید از رؤیا لذت ببرید یا رنج بکشید. این به خودتان مربوط است. بیدار شدن به حضور در یک مهمانی می ماند که هزاران نفر آنجا هستند و حال عادی ندارند و مشاعرشان مختل شده است. همه بجز شما. شما تنها فرد هوشیار در آن مهمانی هستید. این بیداری است. زیرا واقعیت این است که اغلب مردم دنیا را از طریق زخم‌های عاطفی و از طریق سم‌های احساسیشان می‌بینند. آنها آگاهی ندارند که در رؤیای دوزخ زندگی می‌کنند. آنها آگاه نیستند که در رؤیا زندگی می‌کنند. درست مثل ماهی که در آب شناور است و نمی‌داند که در آب زندگی می‌کند. وقتی بیدار شویم و تنها فرد هوشیار در آن مهمانی باشیم و بقیه همه لایعقل باشند، می توانیم احساس ترحم داشته باشیم، زیرا ما نیز بودن در دوزخ را آزموده ایم. هنگامی که بیدار شوید، قلب شما تعبیر روح است، تعبیر عشق و تعبیر زندگی. بیداری زمانی است که آگاه شوید شما زندگی هستید.
وقتی آگاه شوید همان نیرویی هستید که حیات نامیده می شود. هر چیزی امکان پذیر است. معجزه دائما رخ می دهد زیرا آن معجزات با قلب انجام می پذیرند. قلب در ارتباط مستقیم با روح و روان است و وقتی صحبت کند حتی با وجود مقاومت سر تغییری در درونتان رخ می دهد. قلب شما دریچه قلبی دیگر را می گشاید و عشق واقعی امکان پذیر می شود. هندی ها داستان قدیمی درباره برهما زمانی که تنها بود دارند. به جز برهما چیزی وجود نداشت و او کاملا کسل شده بود. برهما تصمیم به بازی گرفت اما کسی نبود که با او بازی کند. بنابراین مایا ایزدبانوی زیبا را خلق کرد فقط برای اینکه سرگرم شود. هنگامی که مایا خلق شد و برهما منظور از خلق او را گفت، مایا پاسخ داد: بسیار خوب، بیا شگفت انگیزترین بازی را بکنیم، اما تو باید هر کاری من میگویم بکنی. برهما موافقت کرد و در پیروی از دستورهای مایا جهان هستی را آفرید. خورشید و ستارگان را آفرید، ماه و سیاره ها را آفرید، سپس زندگی را در زمین خلق کرد. حیوانات، اقیانوس ها، جو زمین و هر چیز دیگری را. مایا گفت: این دنیای وهم و خیالی که خلق کرده ای چقدر زیباست. حالا می‌خواهم نوعی حیوان خلق کنی که آنقدر هوشیار باشد که بتواند تو را به عنوان خالق شکر کند. سرانجام برهما انسان را آفرید و پس از پایان آفرینش انسانها از مایا پرسید که بازی چه وقت آغاز خواهد شد. مایا گفت: همین حالا شروع می‌کنیم. آنگاه برهما را به هزاران قطعه کوچک تقسیم کرد و هر تکه را در درون یک انسان گذاشت و گفت: حالا بازی شروع می شود. من کاری می کنم که تو فراموش کنی کیستی و تو باید بکوشی تا خودت را بیابی. مایا رؤیا را خلق کرد و حالا حتی امروز برهما می کوشد تا به خاطر بیاورد که کیست. برهما در درون شماست و مایا مانع می شود تا به خاطر آورید که کیستید. از رویا که بیدار شوید دوباره برهما می شوید و حقیقت خود را باز پس می گیرید. آنگاه برهمای درون شما می گوید: بسیار خوب، من بیدار شده ام، اما بقیه هم چه؟ شما نیرنگ مایا را می دانید و می توانید حقیقت را با دیگران در میان بگذارید تا آنها نیز بیدار شوند. دو نفری که در آن مهمانی هوشیار هستند می توانند بیشتر خوش بگذرانند. 3 نفر که هوشیار باشند بیشتر خوش می گذرد که این هوشیاری با شما شروع می شود. سپس سایرین شروع می کنند به تغییر تا اینکه تمام رؤیا، تمام مهمانی هوشیار می شود. درس هایی که از هندوستان، از تولتک ها، از یونان، از مذاهب، از جوامع 4 گوشه جهان می آید، از همین واقعیت سرچشمه گرفتند. آنها درباره باز پس گرفتن حقیقت و یافتن خدا در درون شما می گویند. آنها از گشودن کامل دریچه قلب و خردمند شدن شما می گویند. آیا می توانید مجسم کنید که اگر همه انسان‌ها دریچه قلبشان را بگشایند و عشق را در درون خود بیابند، آنگاه چه جور دنیایی خواهیم داشت؟ البته که می توانیم این کار را بکنیم. هر کس می تواند این کار را به روش خود انجام دهد. قرار نیست که عقیده‌ای تحمیلی را دنبال کنیم. مسئله یافتن و ابراز خودتان به روش خاص خودتان است. به همین دلیل است که زندگی شما یک هنر است. تولتک یعنی هنرمند روح. تولتک ها کسانی هستند که می توانند با قلب خود بیان کنند. کسانی که عشقی بلا شرط دارند. شما به دلیل نیروی الهی زنده اید که این نیروی حیات است. شما نیرویی هستید که حیات است. زیرا قادرید در سطح ذهنی فکر کنید.
شما فراموش کرده اید که کیستید. خدا صرفاً به شما به خدای درون شما میگوید که مراقب باشید، که انتخاب کنید، که شهامت پرداختن به همه ترس‌هایتان را داشته باشید، که آنها را تغییر دهید. در نتیجه دیگر هرگز از عشق نمی ترسید. ترس از عشق یکی از بزرگترین ترس‌هایی است که انسان دارد. چرا؟ زیرا در رویای سیاره قلب شکسته یعنی بیچاره من. شاید بپرسید اگر ما واقعاً حیات هستیم پس چرا خودمان نمی‌دانیم؟ زیرا ما برنامه ریزی شده ایم که ندانیم. به ما آموختند تو انسان هستی و اینها محدودیت هایت هستند. آنگاه امکانات خود را با ترس هایمان محدود می کنیم. شما همانی هستید که باور دارید. انسان ها شعبده بازانی قدرتمندند. وقتی به همینی که هستید باور داشته باشید پس همین هستید. اما در واقع اصل حیات هستید و شما می توانید این کار را بکنید زیرا شما اصل حیات هستید. قصد و نیت هستید. شما قدرت دارید از خود چیزی بسازید که واقعاً هستید. اما این ذهن استدلالگر شما نیست که قدرتتان را کنترل می کند، بلکه باورهایی است که دارید. می بینید مسئله فقط باور است. هر باوری داشته باشیم قانونهای هستی ما قانونهای زندگی ما می شوند. آن نظام عقیدتی که خلق می کنیم به جعبه کوچکی می ماند که خود را در درون آن می نهیم و نمی توانیم بیرون بیاییم. زیرا معتقدیم که نمی توانیم نجات پیدا کنیم. این وضعیت ماست. انسان‌ها حصارها و محدودیت‌های خود را خلق می کنند. ما می گوییم که چه چیزی برای بشر امکان پذیر است و چه چیزی ممکن نیست. آنگاه فقط چون آن را باور داریم برایمان به حقیقت تبدیل می شود. پیشگویان تولتک شروع عصری جدید را پیش بینی کرده اند. عصری جدید که انسان‌ها مسئولیت باورهای خود را برای زندگی خودشان به عهده می‌گیرند. روزی فرا می‌رسد که شما به خوبی آگاه می‌شوید خواست خدا چیست. در آن زمان شما و خدا رو در رو می‌شوید. شما دنبال خدا می‌گشتید و آن را در درون خود می‌یابید. وقتی بدانید که نیروی حیات در درون شماست، حقیقت خود را باور می‌کنید و با این حال فروتن هستید. زیرا همان حقیقت را در هر کس دیگری نیز می‌بینید. می‌فهمید که همه چیز تجلی خداست. جسم می‌میرد، ذهن نیز نابود می‌شود، اما روح نه. روح شما نامیرا است و تا ابد زندگی می کند. زیرا روح همان نیروی حیات است و ممکن نیست بمیرد. روح شما ناظر درختان، پروانه ها، ماهی ها، آسمان، ماه و خورشید است و به هر جا که بروید روح شما نیز همانجا است. جسم شما یک معبد است. معبدی زنده که انسانیت در آن زندگی می کند. ذهن شما هم معبدی زنده است که انسانیت در آن زندگی می کند. خدا روح را در شما دمیده است. اثباتش این است که شما زنده اید. زندگی شما سند است. برای رسیدن به خدا به روشنبینی و بیداری نیازمندید. خداوند حی و قیوم است. و چه بخواهید و چه نخواهید مقاومت بکنید یا نکنید بی هیچ تلاشی شما همکنون در کنار خدا هستید. تنها چیزی که باقی میماند لذت بردن از زندگی، سرزنده بودن، شفا دادن کالبد عاطفی است. بنابراین می توانید زندگیتان را به طریقی خلق کنید که آزادانه تمام عشق درونتان را سهیم شوید. همه مردم دنیا ممکن است شما را دوست داشته باشد. اما آن عشق شما را خوشبخت نخواهد کرد. آنچه شما را سعادتمند می کند عشقی است که از درون وجودتان سرچشمه می گیرد.
آن عشق است که تفاوت ایجاد می کند، نه عشقی که دیگری به شما دارد. عشق شما نسبت به هر کس نیمی از شماست. نیمه دیگر هر چیز دیگری که به آن دل بسته اید. شما یک نیمه اید. نیمه دیگر آن چیزی است که مشاهده می کنید. شما به عنوان عاشق یک نیمه هستید و معشوق نیمه دیگر. شما همواره در ابراز عشق آزادید. اگر انتخاب کنید که با کسی در ارتباط باشید و شریک شما نیز همان بازی را کند، پس چه موهبتی؟ هنگامی که رابطه شما کاملا پاک و بی‌آلایش باشد، آنقدر خودتان را دوست خواهید داشت که اصلاً به هیچ کس دیگری احتیاج ندارید. به خواست خودتان زیبایی خلق می کنید و آنچه شما دو نفر می آفرینید رؤیای یک زندگی شیرین است. شما تاکنون در ترس و نپذیرفتن خودتان مهارت یافته اید. حالا به سمت عشق به خود باز می گردید. می توانید بسیار نیرومند و چنان قدرتمند باشید که با دوست داشتن خودتان رؤیای شخصی خود را از ترس به عشق، از رنج به شادی دگرگون کنید. آنگاه درست همچون خورشید همواره نور و عشق می افشانید بدون هیچ شرطی. هنگامی که بی قید و شرط عاشق شوید، شمای انسان و شمای خدا با روح زندگی که در درونتان جریان دارد هم مسیر می شوید. زندگی شما نمودی از زیبایی عشق می شود. زندگی چیزی نیست جز یک رویا و اگر زندگی خود را با عشق بیافرینید، رویایتان شاهکاری هنری می شود.